تصویری از یک دختر موتورسوار که در خیابان‌های کابل پرسه می‌زند، بسیار زیبا و در عین حال تحسین برانگیز است. این تصویر نشان‌دهنده قدرت و استقلال دختران افغانستان است که در مقابل چالش‌های جامعهشان به دنبال تحقق آرزوها و رویاهای خود هستند. دختران موتورسوار در شهرهای افغانستان، به ویژه در پایتخت کابل، بخشی از زندگی عمومی هستند و نمایانگر استقلال و پیشرفت است. آنها با شجاعت و اعتماد به نفس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند و به طور فعال در فعالیت‌های شهری شرکت می‌کنند. همچنین این تصویر می‌تواند نمادی از تغییرات و پیشرفت‌هایی باشد که در جامعه افغانستان اتفاق می‌افتد، به ویژه در روند تحولات جنسیتی و تلاش برای تضمین حقوق زنان و دختران در این کشور. امیدواریم که این دختران همچنان بتوانند به آرزوها و رویاهای خود برسند و برای ایجاد یک جامعه پویا و پیشرفته در افغانستان به کار خود ادامه دهند.